عالی باشه. همچنان صبا هستم. امیدوارم که ویدیو قبلی براتون مفید بوده باشه. امروز قراره با هم یه چیزی آموزش ببینیم که رسما ما کارمون فقط با این سایت انجام میشه. سایت تقریبا نمیتونم بهتون بگم، یعنی ما ابزاری که داریم استفاده میکنیم برای تحلیل کردن معاملاتمون و روند بازار از طریق یک سری سایت ها انجام میشه که معروف ترین سایتی که همه تریدرها ازش استفاده میکنن تریدینگ ویو هستش که این تریدینگ ویو کلا الان داخل خود صرافیتون هست، اصلا نیاز نداره بره تو سایت شما. توی خود صرافی تریدینگ ویو براتون گذاشته شده و چارتی هم که داره مخصوص به خود صرافی فورترید هستش، یعنی معمولا هر صرافی چارت مخصوص به خودش رو داره. اگر داریم روی صرافی فورترید کار میکنید حتما از چارت خود فورترید استفاده بکنید که آماده هم براتون قرار داده شده و مزیت خفنی که داره اینه که اگر بخواید به صورت جداگونه از این چارت استفاده کنید، یعنی توی سایت خود تریدینگیو می‌خواستید برید، باید برای یک سری ابزارها پول میدادید، یعنی پریمیوم باید میشد اصطلاحاً. از یه سری چیزا تا یه جای محدودیت داره، از یه جای به بعد شما دیگه باید مبلغ پرداخت بکنید که بتونید از اونها استفاده کنید. اما خود صرافی فورترید خیلی به صورت کامل هر چقدر آلارم میخوای بذار، هر کاری، هر چقدر ابزاری میخوای استفاده کن، نیاز به هیچ مبلغی نیست. یعنی نسخه پریمیوم رو براتون گذاشته و از طریق خود تریدینگ ویو هم چارت خود فورترید رو براتون توی صرافی گذاشته. پس به هیچ عنوان داخل سایت تریدینگ ویو لازم نیست برین تو همون صرافی، کامل براتون API گرفته شده داخل صرافی، دمشون گرم گذاشتن. حالا نکته‌ای که وجود داره کلا بحث چارت اینجوریه که شما باید از ابزاراش استفاده بکنید برای تحلیل. اول از همه ما یک سری ابزارها رو باید آموزش ببینیم به صورت کلی که ببینیم چه جوری میتونیم روی چارت یه سری تحلیل‌ها رو انجام بدیم و بعدش نسبت به اون تحلیلمون حالا معامله‌مون رو باز کنیم. این ابزارها رو امروز قراره با هم یاد بگیریم. فیچرهای خیلی باحالی داره، آپشن‌های خیلی خوبی داره، میتونید ازش استفاده بکنید و فقط لازمه که اول این آموزش ببینید که بعد بتونید پیاده کنید روی چارت خودتون. اصلا هم سخت نیست، خیلی چیز باحالیه. بریم سریع تو کارش. خب بچه‌ها الان